ما فکر میکنیم صبر یعنی منتظر موندن، منتظر شروع زندگی، منتظر ترفیع، منتظر رابطه‌ای بهتر. اما پشت این انتظار یک اضطراب پنهانه. این صبر نیست، این فقط نقابی است برای تحمل بی اختیاری. امروز میخوام از 3 چیزی بگم که اگر رهاشون کنی صبرت تبدیل میشه به آرامش واقعی. اولین چیزی که باید رها کنی وابستگی به جدول زمانیه. ما مدام میپرسیم چه زمانی میرسه؟ مثل باغبانی که هر روز دونه رو از خاک بیرون میکشه تا ببینه رشد کرده یا نه. باغبان صبور این کار رو نمیکنه. اون فقط آب میده، نور میده و میذاره رشد در سکوت اتفاق بیفته. سوال درست این نیست چه زمانی میرسه. سوال درست اینه الان، همینجا چه چیزی در دسترس منه؟ دومین چیزی که باید رها کنی انتظار نتیجه کامله. ما صبر میکنیم اما فقط به شرطی که پایان دقیقاً همون باشه که میخوایم. این صبر نیست، این کنترله. نیت داشتن خوبه اما انتظار قطعی شکننده است. وقتی نتیجه رو رها میکنی واقعیت جای اونو میگیره. آینده‌ای انعطاف پذیرتر، صادقتر و زنده تر. سومین چیزی که باید رها کنی نیاز به کنترل رونده. ما خیال میکنیم رشد باید طبق برنامه ما جلو بره، اما زندگی پروژه نیست. صبر واقعی یعنی شرایط رو فراهم کنی و بعد عقب بری. مثل باغبانی که خاک رو آماده میکنه، دونه میکاره و بقیه رو به آفتاب و بارون میسپاره. آرامش همین حالاست، نه وقتی همه چیز درست بشه، بلکه وقتی دیگه نیاز نداری همه چیز رو درست کنی. حالا تو بگو کدوم یک از این 3 چیز رو بیش از همه باید رها کنی؟